یک روز آقا خرگوشه میشه بچه موشه رفتش تو سوراخ خرگوشه گفت آه وایسا وایسا میخوام یه خواهش بکنم آقای خیابانی اگه بخوایم خاله پیرزن قصه ما رو خب یه مهاجم تصور بکنید که گرگه و پلنگه و چیز رو دریبل میکنه و میره چجوری گزارش میشه؟ حالا گرگ ناقلا حمله میکنه به سمت پیرزن. پیرزن خیلی عاقله، تاکتیک خوبی داره، از تاکتیکش استفاده میکنه، گول گرگ ناقلا رو پلنگ و شیر رو نمیخوره و میبره بازی رو.